امروز بس است اون عقیده های پوسیده و آن عقیده های اتئیستی که انسان مرد خلاص، قبر افسانه، قیامت افسانه، عذاب دوزخ افسانه. اینها عقیده های ما و شما نیست. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. اگر کدام شما برادرای عزیز اگر همون عقیده پوسیده و همون عقیده باطل اگر داشته باشید، این آیتی که از سوره یاسین خواندم، این پشیمان و سرگردان شدن همون انسانهایی هستند که قیامت را انکار میکردند، زنده شدن روز قیامت را انکار میکردند. میگفتند ای وای بر ما، کی ما را از جای خوابگاه خود بیدار کرد؟ هذا وعد الرحمن و صدق المرسلون. این همان روزی است که پیغمبرها بر شما خبر داده بودند. این همان قیامت است که شما انکار میکردید. این همان زنده شدن بعد مردن است که شما انکار میکردید. ای وای به حال شما. یا لیتنی کنت ترابا. این کافرها چی میگفتند؟ ای کاش خدایا خاک میشدیم، این روز دهشت را نمیدیدیم. اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا و هی تفور. هر وقتایی که این منکران قیامت و منکران زنده شدن بعد مردن در دوزخ که میپرتایند، خداوند میگوید این دوزخ چیکار میکند؟ شهیق و هی تفور. یک آواز خر به منزله یک آواز خر از دوزخ صدا میدهد. و هی تفور. این دوزخ میجوشد. خداوند میگوید تکاد تمیض من الغیظ. زود است که این دوزخی که برای شما بیان میکنم از غضب زود است که میکفد. وقتی که کافر میبیند، وقتی منکران قیامت میبینند، وقتی منکران آن کسانی که انکار میکنند انسان بعد مردن زنده نمیشود، وقتی این دوزخ میبیند از غضب میگوید خداوند چنان است که میکفد. تکاد تمیض من الغیظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها الم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا النذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. وقتی میپرتافتند خداوند فرشته های دارد در دوزخ، از اینها میپرسد. چی میپرسد؟ ای منکران قیامت، ای منکرانی که شما به زنده شدن باور نداشتید، آیا در بین شما پیغمبری آمده بود؟ آیا در بین شما یگان عالمی نبود که شما را از این روز خبر دهد؟ میگویم بود. بر ما میگفتند لکن ما اینها را افسانه میشماریدیم، میگفتیم که اینها گمراه هستند. قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. این منکران میگفتند که پروردگارا اگر ما اینها را گوش میکردیم، اگر ما